سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. سلام احترام حضور همه شما، انشالله که صحت سلامت باشین. امروز میخوایم بدانیم که چی چیزی طبقه مستضعف یا فقیر ما را بر یک روز خوشحال میسازد. برنامه را دنبال کنین و یک ارزیابی کوچک میان خوشحالی خود و خوشحالی این طبقه از مردم ما را میخوایم که با آن داشته باشیم. و من مطمئن هستم بعد از دیدن این برنامه هر لحظه خدا را شاکر خواهم بود. یک طفلک نازنین را دستفروش از اینجا دیدیم، میخوایم باش صحبت کنم و بدانم که مسئول چی هستن. شما برنامه را دنبال کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و سلام. چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر. اجازه میتیم برای چند لحظه صحبت کنم؟ بله. مصروف چی هستی خارق؟ مصرف ساجق فروشی. ساجق میفروشی؟ چقدر میشه سرمایه از این ساجق؟ 300 و 900 میشه شده. خو یعنی در روز 200 300 روپایی؟ بله. خب ماشاءالله. مسئولیت چند نفر از خانواده را به عهده داری؟ 6 نفر. 6 نفر مسئولیتش خودت می با اینمی ساجق روزگار میگذرانی؟ بله. در خانه پدر جان هستن؟ پدرم نوی بس. خداوند شفا نصیبش بگردانه. خارج گرامی زیاد وقت نمیگیرم. ما میخوایم که بر یک روز خوشحال بسازمت و یک لبخند لباید ببینم. اگرچه از خدا میخوایم که یک روز خدا بر ما توان بده و که برای همیش خودت و دیگران خوشحال بسازم. ولی امروز میخوایم برای یک روز خودت خوشحال بسازم. میخوایم بدانم که چی چیز امروز خودت خوشحال میسازه. ما میخوایم این ساجقایم خلاص شه برم خانه گرمی است. با خریداری اینمی ساجق از خودت میتونم برات لبخند یاده کنم؟ بله. بسیار خوب. پس من ساجق میخرم ببینم که آیا من میتونم برات لبخند بدم یا نه. سرمایه جمعاً چقدر میشه پولش؟ دانی در پر دو بستیش 400. 400 افغانی. خوب بسیار. من اینی رو برات میتونم. حساب کو چقدر؟ 2000. 2000 افغانی. صحیح است؟ بله. یک لبخند میزنی؟ خیر ببینی. خیر ببینی خدا خیرت بده و خیر باشی. ما هم دعا میکنم که خداوند از گنجینه های خود برات عطا کنه و همیشه با عفت داشته باشید. و از بیننده های عزیز هم تقاضا دارم که در حق از این خواهر کوچک ما دعای میکنن. خیر ببینه خداوند خیرشون بده به یاد خدا باشه. سلام. چیال داری کاکا جان؟ صحت خوب است؟ جان دور است؟ بخیر هستی؟ آرام هستی؟ کچولو میفروشی؟ بله کچل. جایت نمیجه میباشه دائم؟ نه سیار نه. بسیار خوب. چطور است؟ مردم میخره است پیشت؟ خدا میدوان از لذت خدا است. اما کن قسمت. کفالت چند نفر فامیل به عهده داری؟ این نفر. بچه جوان داری؟ جوان داریم یک کمک اصابش خراب است. کاربار و من شفا نصیبش بگردانه. از امی 4 خلطه داشتی یا زیاد داشتی؟ نه حتی داشتیم 6 سودا کنیم 4. خب بسیار خوب بسیار خوب. سرمایه اینمیز دیگه با اینمی سر کار. خوب است. خداوند بیشتر برات بده. راضی هستی از چیزی که داری فعلا؟ شکر و عذاب. چی کنم که خوشحال شوی؟ خوشحالی مرا که میخواییم مرا از این گرمی کچاله بخره خلاصه را ما خوشحال هستیم. بسیار خوب بسیار خوب. خوش میشم اگر بتانم خودت خوشحال بسازم. آرزوی زیرا داشتم و دارم که کار میکردم که برای همیشه خوشحال میسازم. ولی بر یک روز لااقل میخوایم که بر لبانت لبخند ببینیم و خوشحال شویم. خیر باشی آرام باشی خانه آباد نمی گفتی به ما هم خوشحال است. اینا خلطه چند است؟ خلطه 220. 200 خریدش از 220. در مجموع چند میشه؟ 880. 880. خیلی باش که من این طرف بیایم که مبلغش برات بتونم که ببینم که خوشحال ساخته میتونم یا نه. 1000 1.5 یوان درست است؟
خوشحالی و موفقیت آرام باشی در هر سرزمین باشی با هر حواس و روزو داری خداوند برآورد نام گرم ها یک دو تایش هدیه کنم به این رفقا.